بسم الله الرحمن الرحیم. بینندای عزیز، قسمی که شما مشاهده میکنیم ما در برنامه خانه به خانه قرار داریم. به پلوی ما یکی از هموطنان عزیز ما مشاهده میکنیم که اینا آسیب دیده هم خانه اینا رو فکر کنم سیل برده. چی رقم بوده؟ حالا اسم شریف شما؟ بله. گفتم اسم شریف شما. اسم شریف مثلا چیه؟ یعنی نام شما چیه؟ آها، نامم از زغی. بسم الله الرحمن الرحیم. شما خوش آمد میگم که بیامدیم به خونه ما. اسم من زغی و زاغ هر دو برا لال اومده. خب برادر عزیز، شما با ما بگیم که مثلا اینجا ما شما از کجا به اینجا آمده؟ می خونه از کینه؟ چی قسمه؟ این خونه از می قوما مانه. این خونه از می قوما مانه. اینا بدادن با ما به کرایه خونه ما رنه. همین 3 روز 4 روز پیش سیل آمده بود در خونه ما. سیل برد. اگر ما غریب مستضعف مریض هم داریم. انا گفتم اگر با ما به شما زنگ زدین که شما بیایم. من اینجا گفتم اگر میشه که ما کمک خیرات بدیم، کمک کنین، خیر ببینیم. خب مریض شما چی مریضی داره؟ مریض ما که کی هست مثلا؟ خود شما مریضی؟ نه، مریض که هست خسور خاله خوشو عمه خسور ماما منه. انا اونا به حساب انا برام میرفتم شطور میچروندن. برفته که پشکلا شطور جمع کنه. همین شطور لغت زده به شکم ازی 7 رودی ازی آسیب دیده، رودای کنده شده. حالا شما چی گفتنی داریم؟ مردم به شما چه کار کنم؟ مردم با ما کار نکنم، همین تا کار بکنن که کمار میبینم حداقل کمک کنم تا اون می 7 روده از این بدن که می روده از این ما دوباره مگرم آونی بندازونیم. 7 روده آونی مگرم بندازونیم. خب حالا ما این که به شما پس کمک کنم بله یا آخر بینیم. یا مثلا برار جو دیگه گفتنی نداریم برادر ما. انا زنده باشیم. گفتم از هموطنان خو یا از مردم که خواهش دارن که به شما کمک کنن، نظر به مالی به شما چی کمک کنن؟ از نظر به مالی مثلا چیه؟ مثلا رخت، نلینچر، این چیزا وسایل خونه. اونا دیگه سیل برده دیگه. اونا دیگه مگرم بریم اونا را پول مالون بگیریم دیگه. اونا را اگه میدم بدن 2 تا نلیچی بدم اینا هم کما سراواده خسور ما آوردم اینجا کرا میدیم بیزی خونه؟ بله یا این خونه برارم. این خونه 860 روپیه. 860؟ بله یا تاثرام نداره. خب دیگه شما خواهش نداریم از مردم؟ نه دیگه نه برارم. نه تشکر از شما. خیلی بینیم. تشکر از بینندای عزیز ما که ما مشاهده میکنم دیگه. شما خواهشمندم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین. تشکر از شما. انشالله که به خیر خوشی مردم عزیز ما، وطنان عزیز ما به اینا کمک کنم. ممنون از شما. دیگه کدام خواهش ندارم؟ نه دیگه خب نمیدیم چیز میزی بدیم دیگه. پول نیه اول مایی. اگه بدیم ما بریم خود سرای تیار کنیم. خب گفتم دیگه باز میارم کمک میکنم دیگه برای شما. باز بینندای عزیز اینا بی‌صبرانه منتظر کمکا خونم. حتما برای از اینا کمک کنیم، دست از این آدما رو بگیریم ان شاء الله. یالا چمه یالا اصل سلام علیکم. چه بخیر سلامتین. شکر زنده باشین. چه کار خیریته؟ بریم به خونه. خیریته. دیشب شما برق نداشتین؟ یا داشتین؟ نه برقا نیه. 2 روز میشه ما برق نداریم. میگم دیشب که ما برق داشتیم تلویزیون هم نگاه کردیم. خوب کار کردیم. آخه زن شما که به تلویزیون کار میکنه چرا خبرنگار شده؟ چطور کار میکنیم تلویزیون؟ میفهمید چه کار میکنه؟ دیشب و همه با پلی کرسیش اشته بودیم تلویزیون نگاه میکردیم. بفهمیدین؟ خب کانال مثلا یک دم یدون زن شما پیش یک مردکک ششته یک خبرنگار گزارش میگیره. نمیفهمم. او به تلویزیون کار میکنه عباس. گفت تو سه ولی به جلو تصویر نمیاد. کامره چی کارمنده و پشت صحنه مثلا. من دیدم مادر من دیدم خش قوما زنگ زده که چه تا کارا میکنه ای؟ یاره نخواه صدای ندارم. یاره تو جرأت نمیکنی به جلو تصویر بیایه. چه کنیم؟ نه یکی نه مادر که جیری کو
آنه ما از فیلمبرداری کردیم تو باشه که نگین که ایشته بوی دام تلویزیون آماده. چوب کنین گوش کشین سکو. تیار سه یا عباس بفهمیدم. یعنی بدید ناله. خیر بینی. این کار خوب نیست که شما ما زنگ دکی چه تا کارا میکنن. به جلو تصویر با. به ملکت میگه شما چه کارش رو میگم من خونی و سیل برده چه کار فلان. بدیدم. تو بگذار که این شای بیای من خودی از گپ میزنم. و من مدام اگه او تلویزیون رو به سر 8 تلویزیون تیار نکرده من چی مثل؟ تکبر به سر نبود که دیگه خیر بینی عباس. خیر بینی. خدا بگو. بیا که بریم به خونه چای بخوریم. خیر بینی تشکر. خیر بینی. چای نمیرفتی؟ خیر بینی خداحافظ. خداحافظ سلام هم بگو عمر. وای 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 تو هم فکر نمیکنی که ما برو شرف داریم. تو هم بدون اجازه میگرفتی و دم تلویزیون گپ میزنی. چی خاک سیاه و سرخ کنه. تو هم فکر نمیکنی که ما ابرو داریم شرف داریم. تو به من گفتی من به تلویزیون کار میکنم. من گزارشگر من خبر ندارم که تو گزارشگر رفتی از پیش خود خوش شدی. سلام بابا. و علیکم. کجا بدی؟ به پی. میگم بله. تو سکه که این مادر تو چه کار میکنه؟ چیکار کده؟ عباس این پیشتر بیامده به من میگه چرا مادر کجیر به تلویزیون کار میکنه؟ گفتم خب کار میکنه گپ اینه. میگه بعدم تصویر گزارشگر شده بیامده. من باور نکردم تصویری نشون داد فیلمبرداری کرده بود. ما و شما که 2 روز میشه برق نداریم. ای بزی کی گفته بود که این برای آدم که تلویزیون ما با شرف داریم این برای کامرمن شه؟ ما بابا خبر ندارم. ما خبر ندارم مچو. میگه مادر مخی قدرت کشیده که چرا تا کارا میکنه اینا؟ مچو. ما خبر ندارم. تو بگذارم که یک دفعه بیایی من تلویزیون خوبو که خوبیم سلامتی. شکر. میگم بشین اگه اینجا چه باشن که خونو که بمردم. چوب میشو. چشما مروشن. چه کار شده؟ با پیش خود خو میری بدم تلویزیون گزارشگر میشی. خب چه کار میشه؟ نگفتم تلویزیون کار میکنم. چه کار میشه؟ به تلویزیون به من بگفته که کار میکنم. به من نگفته که من میرم بدم تلویزیون گزارشگر میشم. تو همیشه زر خجالت نمیکشی. تو همیشه نمیفهمی که ما آب و شرف داره. مگه حتما به شما میگفتم؟ ایشته تو به من نمیگی آخی. تو من مرد می خونه ام آخی. تو مگر به مرد جو بری میتی بدون اجازه. خود چی فرق میکنه؟ من که گفتم به تلویزیون کار خیلی فرق میکنه. میامدی سعی میکردی که عباس چی میگو؟ دامی که فیلمبرداری به من نشون داد بوم مردم به پیش عباس آخی. میگه مادر من بقیه قدرت شده که چرا یه تا کارا میکنین شما گوش نموندم بوم مردم از گوشنگی. میگم من به تو چی میگم؟ خب اثر می امروز آخرین روز تو بود که تو به تلویزیون رفتی. از گوشنگی می بچه‌ها و تو بوم مردم دیگه نمیگذارم که تو به تلویزیون بری کار کنی. خب حال چه کار میشه که من به تلویزیون کار کنم؟ هیچی. تو همه سبقه به مبری ما فکر نمی کنی. من گفتم برو به تلویزیون کار کن. نگفتم تو بیا آدم تصویر برو هم مردم گزارش بگیره. اشتقیق میکشیم آخه. اشتقیق نکشون. تو میفهمی که عباس به من چی گو؟ تمام همی قومی همه گوشیم خاموش 2 روز میشه برق نیه. تمام همی قومی میگه زنگ زده به ما گفته که چرا تو کارا میکنم اینو. من نمیفهمم دیگه. میفهمی دیگه آخرین روز تو بود که به تلویزیون رفتی. خیلی جغدات نکشین دیگه. جغدات خب نکشین. بیا مر بزنم. خب چه کار میشه؟ رفتم به تلویزیون. خب به شما بگفتم به تلویزیون میرم کار میکنم. من حال دیگه حتما مگه گزارشگری خواهم به شما میگفتم. اشته نمیگی. باشه که شما هم پس خودی خوب برو وظیفه. نه دیگه نمایه که بری کنی مرم ببوری. بفهمیدی دیگه خلاص شد تلویزیون. نه باشه که شما خودی خوب برو وظیفه. دیگه با تو بگفتم دفعه اول اخیری تو باشه که دیگه تو به تلویزیون بری. بفهمیدی؟ چه قضا جیغ میخوام مگه چه کار میشه؟ هیچ کار میرم دیگه. نه از این بعد ما شما خودی خوب برو که میری. انا به تو یاد میدم رفتم. یعنی چی؟ بخور کشی مثل من بزنه بخور بابا خوب بگو بده. میکوشم مر بده. من چه کار کردم آخه؟ یک گزارشگر شدم خودم.
اینه مادر ما گفتن را بخچیدم این که غلفه همون در سرگردون شدم و خیرم بابی به بخچه دیگه باشه یک زنگه بزنم بله بله بابی کجایی و باخچه ای اخدام باخچه که قلفه قلفه کش کنو خوبه بابی وانه میشه وانه میشه میایی خوبه بیایی وانا شو نه بابی بگی کلی بدی واشو واشو بابی واشو بیا این قلف یام کلی را بگی خودشی نه جان برو پیش بگو خود چی میسی؟ بابی جو آخه همین من نمیفهمم این پیرمه چی رقم آدمیه چرا کرد پیار تو؟ همین مادر من اجازه داده که برو به می تلویزیون کار کن خب حالی با دیشه مادر من به تلویزیون دا اشتغال کرده با پیرمه بیامده مادر من سلک کرده که تو چرا هم تلویزیون قدشته اینه چرا میزده دختر می؟ همین لحظه کرده که ایتا چی بود اینه دیونه شده همون مقدار که برای به تلویزیون کار کنم و میزنه که تو چرا هم تلویزیون تو نشون داده امروز اول ورده مقدش به تلویزیون که با وقتی شد که با چی کار داره که میزنه خوب خیال کرده بیدم اونا به جلو تصویر تلویزیون نمیاره خوب پشت صحنه کار میکنه با تو چی خاطره میدی اینجی؟ خب من بیامدن شما برین گپ زنی خود گپ زنم برین چرا بزنی خوبه هم مقداره هم با سعی میکنی که ساکو با میزنم تیار میکنم با شما برون خود گپ زنم یک دفعه بگو خیر تو باشه کوکو چی گپه؟ چی گناه کرده دختر رو که میزنی؟ بابا شما بشینید که من شیشه بیا بشی تم بشی حال دید چی گناه کرده؟ چه کار کردم که من گناه شما خبر نداره کاکا خسرو من به شما کلمه گپ میزنم شما بیامد از امرا کله شخی میکنه و جاری را دست نمیستونه میگم من بگفتم که تو برو به تلویزیون بعدم تلویزیون گزارشگر شو نه ابرو و شرف ما نگاه نکش به تاگش من امروز اول اجازه نمیدادی من اجازه دادم گفتم برو به تلویزیون کار کن نگفتم تو بعدم تصویر بیا آدم که تلویزیون کار کن هر کار میگن هر گپی که برادم بگم باید آدم بعد کاکا خسرو 50 نفر آدم همینجا به تلویزیون کار میکنه با پشت صحنه البته ما ندیدیم کاکا جان خیلی نکش شیخزه شما هم بیامده میوازی که با دختر خون ملاقات کنه که ابرو ما برختوندم این روز اول نمیدشتی روز اول نمیدشتی حالا که ما بردشتم نفهمیدم دیگه بازو گفتم بره لنگار میشم میگم مرا اجازه کنم دو کلنگه بزنم خب بگه من شما بگی دختر خوبه کردم از این ساعت با گشنگی 39 میکنیم بفهمیدی کی تا اگه خونه بفهمید که بدرشی پاتور میشکنم چرا بابا مگه من چه کار کرده بودم که بس دیگه ملات میکنه میزنه بس خوبه دیگه نمیرم دیگه نری دیگه دیگه ببین دست خواستن دخترم برو کنه پاتور هم میشکنم با خوبه صحیح خیر بینی حاجت داد که ندارم بود که من اخزار بزنم خب هر دسته مقبول به من میگفتیم دیگه اول به تو مقبول نگفتم که گفتی خوبه من میرم خوب کار میکنم خودم جلو رات میکنه میزنه